با آمدن طالبان به افغانستان تجارت خان محمد اوج گرفته است. او تیر و تفنگ و هر نوع اسلحه سبک می فروشد. دکانش در ناحیه پنجوای قندهار است، در زادگاه گروه طالبان. ظاهراً از کسی هم اجازه فروش اسلحه نمیگیرد و حق هم ندارد از مشتریانش پرسد که اسلحه را با کدام هدف میخرند. وضع بدتر شده اقتصاد افغانستان و به منبع درآمد ماندن مردم آنها را مجبور کرده است که تیر و تفنگ پنهانشان را به خان محمد فروشند. مردمی که سالهای دراز در خانه اسلحه داشتند برای فروش به دکان ما میآورند، ما آنها را میخریم و به طالبان میفروشیم. خان محمد نه تنها تیر و تفنگ می فروشد، از حالا به فروش پرچم‌های طالبان و کلاه‌ها با شعارهای این گروه تندرو آغاز کرده است. نوع‌های گوناگون تفنگ، نارنجک و سایر مخابرات و تیر در دکانش فراوان است. طالبان سالهای دراز اسلحه را از بازار سیاه می خریدند، حالا دیگر آزاد است. علاوه بر این اسلحه و مهمات جنگی را از ارتش شکست خورده افغانستان غنیمت گرفتند. پایگاه‌های رها کرده ارتش افغانستان و کشورهای غربی برای طالبان منبع درآمد شدند. حالا در بازارهای قندهار هر چیزی را که از این پایگاه‌ها گرفتند می فروشند. از چوب تخته گرفته تا آهن و دیگر وسایلی که برای ساختمان به کار می رود. طالبان پایگاه ارتش را اشغال کردند و بعضی از این چیزها را ما از آنها خریده در اینجا به فروش گذاشتیم، از جمله بوشکه، تخته و دیگر چیزها. اما طلبات به محصولات مرتضی کمی از طلبات به مال خان محمد زیاد است که طالبان برای جاری کردن ایدئولوژی افراطی خود به کار میبرند.